سلام رفقا، چطورید؟ وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره درباره ماژول ها تو جاوا اسکریپت صحبت کنیم و ببینیم چطوری میتونیم باهاشون کار بکنیم. ما کلا دو نوع میتونیم برنامه هامون رو بنویسیم، یا ماژولار یا غیر ماژولار. وقتی ماژولار مینویسیم یعنی تقسیم بندی میکنیم، کل اپلیکیشنمون رو میایم ریز میکنیم و به قسمت های مختلفی تقسیم میکنیم و هر کدوم از اون قسمت ها برای ما میشه یک ماژول. حالا این ماژول ها رو چجوری باید استفاده بکنیم، چجوری باید بسازیم، اینا رو توی این قسمت حتما با هم یاد میگیریم. خب بریم که شروع کنیم. برای این کار ما یه فولدری میسازیم که حالا پروژمون رو داخلش قرار بدیم. از دستور npm استفاده میکنیم. اینجا مینویسیم npm init، یه دشوای میزنیم که حالا همه اون چیزایی که هست و اکسپت کنه، دیفالتش رو بندازه واسمون. یه فایل پکیج جیسون اینجا واسمون میسازه با همین محتویاتی که اینجا هست. برای اینکه ما این ماژولا رو بخوایم استفاده بکنیم اینجا یه آپشنی بهش اضافه میکنیم، تایپ ماژول اینجا میاریم. دقت بکنید دو تا گزینه داره که حالا اینا رو بهتون توضیح میدم. ماژول برای اکما اسکریپت 6 که ما میخوایم از این استفاده بکنیم که خیلی هم ساده است. اون یکی رو هم یه مثالی میزنیم، کامان جی اس رو. اینجا خب به ما میگه که پروژه اصلیت index.js که من اینو الان اینجا میسازم. من میخوام اینجا یه سری حالا کل اپلیکیشنمو بیام مثلا بر فرض پیاده سازی بکنم، اینجا بنویسم. حالا شما فرض رو بر این بگیرید که این اپلیکیشن ما خیلی قرار بزرگ بشه و توسعه پیدا بکنه. خب ما اگه بخوایم همه رو داخل یه دونه فایل، یعنی همین index.js یا app.js، هر چیزی که شما اسمش گذاشتید، بنویسیم، خیلی شلوغ و پیچیده میشه و کلا دیباگ کردنش خیلی سخت میشه. به خاطر همین اینجاست که ماژولار نویسی میاد جلو و ما اینجا برفرض میایم یه دونه فایل میسازیم به اسم math.js. اینجا من یه سری حالا متد خیلی ساده می نویسم، از کلمه کلیدی اکسپورت هم استفاده میکنم. اکسپورت فانکشن، یه فانکشنی می نویسم مثلا add که 2 تا عدد رو میگیره، a و b رو میگیره و با هم جمع میکنه و همونو برمیگردونه. return a به علاوه b. خب به همین سادگی ما یه ماژول نوشتیم و این فانکشن رو اکسپورت کردیم که جای دیگه، یعنی داخل index.js ازش استفاده بکنیم. این رو هم من ذخیره کنم. میام اینجا، حالا برای این که من از اون فانکشن استفاده بکنم از کلمه کلیدی import استفاده میکنم. میزنم import، بعد میام این ور میزنم from. کجا باید آدرسشو بدم؟ آدرسشو میدم مس. حالا اینجا میگه از چی میخوای استفاده کنی؟ میگم از این اده میخوام استفاده کنم. به همین شکل میام استفاده میکنم ازش که خب VS Code البته خیلی باهوشه. اگه من همینجا اگه بنویسم اد، خودش میگه کدوم اد رو میگی، توی این آدرس رو میگی که اینو کلیکم بکنم دوباره همون کار رو واسه من انجام میده. در هر صورت به این شکل ما از این ماژولایی که میتونیم بنویسیم استفاده میکنیم و اینجوری فایل هامون و پروژمون و قابلیت مدیریت بیشتر رو بهش اضافه میکنیم. حالا بیایید تستش بکنیم. من اینو میریزم تو یه متغیر کانست مثلا نامبر مساوی 5 و 9 میدم بهش. بعد میام اینو لاگش میکنم console.log نامبر.
خب ما اینجا این رو باید به این شکل ایمپورتش بکنیم، یعنی اسم فایلش هم باید بزنیم. بعد میام پایین این اروری که داد منظورش اینه که تو master.js رو میگی، حالا ما اشتباه ایمپورت کرده بودیم. اینجا یه نود ایندکس دیگه میزنم که میبینیم خروجی رو به همون نشون میده. این نوع از ماژول هایی که حالا ما می نویسیم مربوط میشه به ماژول های اکما اسکریپت ورژن 6 دیگه. حالا اون یکی مدل میشه کامان جی اس که نوع استفاده کردنش یه ذره متفاوته، سینتکسش یه ذره خاناتره. اینجا ما میایم این ادی که نوشتیم رو میبریم چیکار میکنیم، میزنیم ماژول دات اکسپورت و اینجا به این شکل مثلا میایم اد رو میذاریم و برای اینکه از این استفاده بکنیم داخل index.js به جای این باید از کلمه کلیدی require استفاده بکنیم. اینجا دوباره یه متغیری میسازیم، اد رو میذاریم داخلش و اینجا آدرس اون فایل رو میدیم از .js. اینجا یه نود دات ایندکس میگیریم که میبینیم به این شکل کار میکنه. این ماژولی که حالا ما نوشتیم تحت عنوان math.js که حالا یه فایله و ما میتونیم لاجیکمون رو داخلش قرار بدیم، بهش میگن ماژول لوکالی دیگه، یعنی خودمون نوشتیم و میخوایم ازش جاهای مختلف استفاده بکنیم که حالا این ماژول نوشتن رو به این شکل باعث میشه که دیگه مثلا از تکرار جلوگیری بکنیم و حالا بهتر بتونیم دیباگ بکنیم پروژه‌مونو. یه سری ماژولای دیگه هم هستن تحت عنوان ترد پارتی، یعنی ما باید نصبشون بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. یکی از محبوب ترین لایبرری و پکیج هایی که هست، ماژولایی که هست بابت استفاده کردن، اسمش لودش. یه npm لودش اینجا میزنیم، میاد این پکیج رو میره از npm دانلود میکنه و نصبش میکنه آخرین ورژنشو و اینجا داخل دیپندنسیز اینو اضافه میکنه. میبینیم که اینجا ورژن 4.7.21 ورده. حالا من میخوام از این استفاده بکنم. این دیگه یک ماژول خارجیه دیگه. میام چیکار میکنم؟ اینجا میزنم، اینا رو پاک کنم، میزنم. حالا هم میتونم از ریکوایر استفاده کنم، هم از سینتکس ماژول که من این رو بیشتر میپسندم. اینجا میام میزنم import لودش و میام اینجا میتونم از متد هایی که داره، از اون اپراتورهایی که داره استفاده بکنم. میام مثلا اینجا از سورت بای میخوام استفاده کنم. میام یه متغیر میسازم به اسم نامبرز که حالا یه سری اعداد و اینا رو داخلش قرار میدم به این شکل. اولیه تکراری نباشه، مثلا 23. حالا میام چیکار میکنم؟ این یه ماژول خارجی ترد پارتی، از این میخوام استفاده بکنم. میام چیکار میکنم؟ یه کنسول دات لاگ میگیرم و از این سورت بای استفاده میکنم. میگم سورت بای نامبرز. این متد رو اگه روش وایسم میتونیم ببینیم که حالا یه سری چیزی کالکشن میگیره، یه لیستی از نامبر از من میگیره که حالا من اینجا دارم میدم بهش و تو خروجی به من چی برمیگردونه؟ یه دونه نامبر اری برمیگردونه دوباره، که اینجا بذارید که تست بکنیم ببینیم خروجی چیه.
میبینیم که تو خروجی اومد واسمون اینو سورتش کرد. خب این رو هم گفتیم. علاوه بر این 2 تا ماژولی که حالا توضیح دادم، یه سریش لوکالیه که خودمون مینویسیم، یه سریش حالا ترد پارتیه که میخوایم نصب بکنیم استفاده بکنیم. یه سری دیگه هم هست که پیش‌فرض روی سیستممون هستش که بهش میگن بیلتین، ماژول‌های داخلی به حساب میاد که ما میایم به این شکل، یعنی یه سری ها هستن مثل HTTP یا مثلا FS که برای خوندن مثلا فایل سیستم استفاده میشه، رید و رایت کردن فایل ها و چیزهای مختلف دیگه مثل پس. اینا هم هستن که دیگه اینا نیازی به نصب ندارن، پیش‌فرض هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. این هم از قسمت ماژول ها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما به دوستانتون پیشنهاد بدین و اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارین کامنت ها حتما بهم اطلاع بدین. فعلا خداحافظ.